یکی، با این تفاوت که این تیغه هاش حالت فیپر داره ولی این فلته. همین الانم بخوای میندازیم روش بهش میخوره. آره بهش میخوره، اینو مطمئن باش. خب ولی خب باید احتیاط کنی دیگه، خاموش کنی بعد. آره همینطور که متوجه شدید دوست عزیزمون، الان این ماشین 201 رو تهیه کردن. هنگامی که ماشین روشن بوده شونه رو روش تعویض کردن و تیغ سرامیکی بودن ماشین باعث شده که اون شونه توی دندونه گیر کنه و سرامیک رو بشکنه. پس حتما احتیاط کنید که ماشین رو همیشه خاموش کنید، بعد اون شونه رو روش تعویض کنید تا مثل ایشون نیاز به تعویض تیغه نداشته باشید. یکی از بهترین قیچی‌های میخوره در فیزیو. ما الان اینو تعویض کردیم. خب بالاخره چاره ای نبودش که عوضش کنیم، چون که تیغه خودشون تیغه فیپر بود و مجبور شدن که تیغه فلت رو بندازن. خب تنظیمش میکنیم و زمین نخوره چقدر کار میره. والا 8 سال شاید بیشتر شاید کمتر.